مایک تایسون با اینکه 600 میلیون دلار توی دوران حرفه‌ای خودش کسب کرده بود، تولد 36 سالگی خودش رو با حساب خالی جشن گرفت. اما واقعا چی شد که اینطوری شد؟ I come very from a broke background, so I never really had great emphasis. I never really learned the art of handling money as a kid. خود مایک هم قبول داشت که مدیریت پول بلد نبود و یه مشکل بود، چون مایک از نوجوانی پول خوبی در می آورد. مایک تایسون وقتی که قهرمان سنگین وزن جهان شد، در هر فایت به طور میانگین 7.5 میلیون دلار در می آورد. اما درآمد مایک تایسون محدود به مبارزاتش نمیشد. مایک بیش از 50 میلیون دلار از قراردادهاش با کازینوها، 3.5 میلیون دلار برای حضورش تو WWE و بازی پانچ اوت که تو سال اول 2 میلیون نسخه فروش داشت درآمد داشت. مایک تو سال 1990 با درآمد 28.6 میلیون دلار پردرآمدترین ورزشکار جهان شد. اما 2 سال بعد مایک به جرم تجاوز محکوم به 3 سال حبس میشه و از سال 92 تا 95 میلادی 1 سنت هم نمیتونه درآمد داشته باشه. اما این 3 سال زندان هیچ اثر منفی روی چهره محبوب مایک نذاشت. اون از لحاظ فیزیکی بسیار آماده بود و قراردادهای میلیون دلاری برای بازگشتش به رینگ بسته شده بود. مایک تایسون تا چند هفته بعد از آزادی حدود 12 میلیون دلار برای حق پخش فایت ها و تلویزیون دریافت میکرد و چند ماه بعد 25 میلیون دلار، بیشترین مقداری که به یک بوکسور داده شده بود، رو برای مبارزه با پیتر مکنیلی دریافت کرد. مایک تو اون دوره 140 میلیون دلار دیگه از فایت های بعدیش به دست آورد تا دیگه حس خدایی کنه. Money is a false sense of security. You feel like you can't even die. For me being poor, never having anything, for me being bitter, angry for being in prison, it stems from a lot of things. اول بریم سراغ ماشین هاش. مایک تو اون دوران 110 تا ماشین برای خودش یا به عنوان هدیه خریده بود که یکیش بنتلی آزور بود که تو اون زمان گرونترین خودروی جهان بود. مایک 5 تا از اون خودرو رو یکجا میخره و تو عرض چند دقیقه 1.5 میلیون دلار خرج میکنه. مایک وقتی به یه نمایشگاهی توی نیویورک میره، یه فراری 300,000 دلاری میخره که حتی تستش هم نکرد، چون یه دونه از همون ماشین رو قبلا داشت. حتی وقتی پلیس میخواست اونو به خاطر نداشتن گواهینامه دستگیر کنه، مایک رولز رویس خودشو به پلیس میده که فقط دستگیر نشه. Say, sir, why don't you just take the car? You deserve it because you've been doing a lot. Because I didn't want to get arrested. I didn't have a license or anything. And I didn't want my wife to get in trouble. I said, why don't you just take it? It was around 230 at the time. So why don't you just take it? که آخر اون پلیس هم به درد سر افتاد. He got fired. He did? Yeah. Oh my God. اما ولخرجی‌های به این مورد مایک اینجا تموم نمیشه. مایک به یکی از رفیقاش یه دونه بنتلی هدیه داد برای اینکه شب وقتی از کلاب برمیگشته خونه ماشین نداشته. He goes, here, take the car. I'm like, okay. He gives me the Bentley and they leave. اما مایک هم باید یه جایی رو میداشت که این ماشینا رو انبار کنه. اونایی که توی لاس وگاس، اوهایو و مریلند خریده بود که هیچ کدوم از اینا با خونه‌ای که تو محله کانتیکت خریده بود قابل مقایسه نبود. این خونه 4600 متر بنا، 21 اتاق خواب و 25 تا حموم داشت که شامل یک کلاب شبانه، سینمای خونگی، زمین اسکواش و بسکتبال، استخر، کازینوی خونگی و یه باشگاه اختصاصی مدرن بود. خونه‌ای که در مجموع 70,000 متر مربع زمین داشت. البته اگه این خونه براتون آشناست، برای اینه که 50 سنت رپر آمریکایی اون خونه رو از مایک تایسون خرید که بعدش اعتراف کرد اون خرید یکی از اشتباه‌ترین خریدهای زندگیم بود. Like when you wasted money. Like, is there one thing that you say, man, that was my tuition into the school of experience, man. I fucked that money off. Yeah, the Tyson crib was like that. که بیشتر به خاطر هزینه نگهداری خونه بود. How much was the upkeep? The Guesstimate upkeep per was year. about 700,000. A year. که تایسون هم توی مصاحبه دیگه‌اش این موضوع رو تایید کرد. It's going to cost him $25,000 just to mow the lawn. Right. اما این هزینه‌ها برای مایک تایسون چیزی نبود. مایک تایسون برای همسر اولش یه وان طلا خرید که 2.2 میلیون دلار قیمتش بود که البته حدود 1 سال بعد از همدیگه طلاق گرفتن. اما مایک تایسون موظف بود که 10 میلیون دلار به همسرش بده که شامل جواهرات، پول نقد، ماشین و یه خونه 4 میلیون دلاری میشد. مایک تو اون دوران فقط برای جشن تولد 410,000 دلار و برای 2 قلاده ببر 140,000 دلار هزینه کرد که فقط سالانه 200,000 دلار پول غذا و حدود 125,000 دلار بابت مربیشون هزینه میشد. حتی مایک یه بار مجبور به پرداخت دیه 250,000 دلاری شد چون ببرش یکی از دوستاشو گاز گرفته بود. مایک تایسون تو سال 1997 موقع فایت با واندر هولیفاید وقتی که از خطای هولیفاید عصبی شده بود، گوش حریفش رو گاز گرفت که منجر به دیسکوالیفای شدنش شد. مایک راجع به این حرکتش گفت
اون با سرش مدام به سرم ضربه میزد و داورم هیچ امتیازی ازش کم نکرد. باید چیکار میکردم؟ منم بچه برای بزرگ کردن دارم و میخواستم زنده به خونه برگردم. مایک به خاطر این حرکتش $3 میلیون جریمه شد. بعد از اون موقع کنفرانس خبری قبل مبارزه با لنکس لوئیس، مایک به لنکس لوئیس حمله کرد و پاشو گازی گرفت که به خاطر این هم $360,000 جریمه شد. مایک تو اون دوران حدود 200 نفر رو استخدام خودش کرد، از جمله بادیگارد و آشپزا که هیچ موقع هم به دردش نخوردن و فقط پولش رو هدر میدادن. توی یه مثال عجیب و غریب دیگه، مایک کل یک کلاب توی نیویورک رو مهمون میکنه و باز هم بدون فکر کردن حسابی ولخرجی میکنه. Tell the DJ I got the bar until the club closed. I said, what are you talking about? I'm buying the bar out. Everybody can have whatever they want. I'm taking care of it until the club closed. فارغ از این ولخرجی ها، مشکلی که یهو یقه مایک رو گرفت نپرداختن مالیاتش بود. Do you regret anything? Yeah, and I didn't pay taxes really at that time. مایک تایسون تو سال 2003 بیش از $23 میلیون بدهی داشت و توی 38 سالگی کل خونه‌اش مصادره شد و تنها چیزی که داشت یه هامر SUV بود که اونم قسطاش پرداخت نشده بود. بعد از این اتفاقات تلخ، طلاق دوم مایک هم اتفاق افتاد. تایسون تو اون دوره $13.4 میلیون به IRS، سازمان مالیاتی آمریکا، $600,000 به 7 دفتر وکالت، $500,000 به یه مدیر مالی، $450,000 به یه آهنگساز و $800,000 هم به یکی از مربیاش بدهی داشت. مایک امیدوار بود که با چند تا مبارزه‌ای که قرار بود انجام بده $19.5 میلیون به دست بیاره و بخشی از بدهیاش رو جبران کنه که برخلاف پیش‌بینی‌ها جفت مبارزات رو شکست خورد و سرانجام مایک تایسون اعلام ورشکستگی کرد. اما مایک تونست خودش رو جمع جور کنه و از زندگی مایک یک کتاب و یه مستند درست شد که پول خوبی هم واسه مایک داشت. همچنین با نقشی که تو فیلم هنگوور داشت حدود $300,000 دریافت کرد و تو سال 2015 تونست خونش رو دوباره بخره و الان چیزی حدود $10 میلیون ثروت داره.